های سلام به اپیزود سوم. 19 خیلی خوش اومدین. من نگینم. منم شیرینم. خب نگین جون تعریف کن هفته چطور بود برامون؟ چیکار کردی؟ یکی اینکه میخواستم بگم که فکر کنم ما باید هر قسمت اسممون رو بگیم و من یادم اومد که ما 2 قسمت قبل اسممون رو نگفتیم. فکر کنم فقط تو اپیزود 0 گفتیم. آره ولی فکر کنم که بد نیست که بگیم. هفته منم خوب بد نبود، هفته خوبی بود. اتفاق خیلی خاص و به خصوصی نیفتاد که بخوام الان توضیح بدم، ولی بد نبود. تو چه خبر؟ من دارم از تعطیلاتم و مدرسه نرفتنم بسیار لذت میبرم. دارم مدرسه رو خیلی جدی میپیچونم فعلا و دارم از تابستونم لذت میبرم. هیچ منم داشتم کم بیفتم رو. آره دارم کم بیفتم برنامه‌های تابستونم و اینا که یکم برنامه‌مو هماهنگ کنم برم اشغال. خب از تابستون قبل از کنکور بگو. هنوز شروع نشده، تازه یه روز شروع شده. همین نمیدونم ما ببینیم چطور میشه، ولی زیاد عشق و حال زیاد. تابستون قبل کنکور عشق و حال زیاد؟ آره عشق و حال پر میکنیم که بتونیم درس بخونیم دیگه. وقتی عشق و حال نباشه درس هم نمیشه. این هم یک نمونه دیگه از تفاوت نسل ها. خب حالا برنامه چیه برای عشق و حال؟ برای عشق و حال برنامه ندارم. فقط میخوام برم. ببین میخوام، خب میدونی که میرم ایران دیگه، میخوام اونجا برم عشق و حال. آره میخوام همش هم جاهای جدید. میخوام یه کار جدید امتحان کنم این تابستون. اونو ولی هنوز نمیدونم چی. مثلا شاید یه ورکشاپ جدیدی برم. من یه کاری که خیلی دلم میخواد انجام بدم، خیلی زیاد، اینه که برم کلاس سفال و اینا. تو همون چیزم هست، مغازه هست بالای گیشا، کیاسان. آره خیلی، حتی اونجا هم خیلی دوست دارم. یا یه دونه ورکشاپ پارسال با رضا رفتیم، خیلی اون خانومه که مسئولش بود مهربون و گوگولی و خوشگل بود. خیلی دلم میخواد پیش اونم برم. بعد خیلی ورکشاپ جالبی بود. توی یادم نمیاد کدوم انتشاراتی بود، یادم نیست، ولی توی نشه چشمه نبود. توی فکر کنم شهرک غرب بود. بعد توی محیط بیرون یه معلم خیلی گوگولی و خوشگل و مهربون بود و به همون مثلا سفال با دست و اینا بود. بعد دیگه هرچی میخواستی میساختی و یه کوچولو مثلا بهت کمک میکرد، یادت میداد و اینا، ولی کامل خودت انجام میدادی. بعد دیگه برای لعاب و اینا، لعاب میگن دیگه، درست میگم؟ لعاب. همیشه بین او این کلمه شک دارم. برای لعاب و اینا دیگه مثلا چون بعد توی کارگاه خودش انجام میشد، مثلا دیگه اون قسمت رو خودمون انجام نمیدادیم. مثلا میگفت که خب چه رنگی میخواین انتخاب کنین، من میذارم تو کوره و مثلا لعابشو میدم و اینا، بیاین ببرین. بعد دیگه منم کار کردم و اینا که برای تو یه ماچا بول یاسی درست کرده بودم. بله. بعد دیگه روزی که رفتیم کارگاش که اینو تحویل بگیریم، وای کارگاش انقدر گوگولی بود، ببین پر گیاه، بعد خوشگل، یه وایب خیلی کوزی و گوگولی داشت. اونجا هم خیلی بامزه بود. خیلی دوست داشتم. خیلی کار باحالیه کلا اینجور کارا کنن، کارهای هنری و یکم دستی، خیلی کار باحالیه. خیلی. اولا هم که روزای اولی هم که اومده بودم آلمان، یه دونه مغازه بود نزدیک خونه خاله فرعینا بودش. این شکلی بود که یک سری ظرف‌های سفالی آماده‌ای بود که تو بینش میرفتی انتخاب میکردی و یک دیوار پر از رنگ، انواع مثلا رنگ‌های مختلف. بعد تو شروع میکردی نقاشی کشیدن و هر چی که میخواستی اونو دوباره میذاشتن تو کوره و مثلا آماده میشد میومدی میبردی. بعد دیگه یه روز ستایی من و رضا و کسرا با هم رفتیم اونجا، نشستیم 2 ساعت همین جوری هممون هر کدوم یه دونه ماگ انتخاب کردیم، نشستیم رنگ کردیم. وای انقدر لذت بخش بود که اگه منو ول میکردی تک تک ظرفای خونمون رو اونجوری انجام میدم. تک تکشو میرفتم رنگ میکردم میآوردم خونه. خیلی لذت بخشه. اصلا اون ماگ الان ماگ قهوه صبحته، هر روز صبح تو همون ماگ قهوه میخوره. خیلی باحال آدم تو که خودش کرده مثلا یه طوری باشه که مثلا هی ببینتش و اینا. خیلی چیز لذت بخشیه. آره. تو چه ورکشاپی رو ترجیح میدی بریم؟ من
دوست دارم یکم مثلا شیرینی پزینا باشه ولی نه مثلا چیزای عادی، مثلا سس‌های مختلف، یا مثلا یکم شیرینیای باحال‌تر و اینا، مثلا یه همچین چیزی. یعنی وای یکم خیلی خارج‌تر از اون. باحاله. آره یکم خارج‌تر از اون چیز عادی ولی بازم تو اون مدل چیزا هنری، ولی که هنری باز کم سخت‌تر از آشپزی عادی، باحال‌تر از آشپزی. وای خیلی باحاله. یادم یه بار یه دختره هست آلا، نمیدونم میشناسیش یا نه، نقاشه، تو اینستاگرامه. خیلی وقت هم از ندیدم پستی ازش، نمیدونم میشناسیش؟ نه اصلا حتی اسمش هم نشنیدم. اون چند سال پیش یه ورکشاپ رفته بود، خیلی جالب بود. ورکشاپ آشپزی بود ولی مثلا ورکشاپ دیزاین بشقاب بود. نایس. بعد من انقدر خوشگل دیزاین میکردم اصلا باور نکردنی بود، اصلا شبیه اثر هنری بود تا مثلا بشقاب غذا. اون مثلا ورکشاپ های عجیب غریب آشپزی جالبی معرفی کرده بود. خیلی چیزی که گفتی هیجان انگیز. امیدوارم حتما بری یه دونه ورکشاپ خوب پیدا کنی و حتما امتحانش کنی. نه همینطور برام خیلی حال میده، متفاوت تر از همیشه میشه، بچه متفاوت تره هم خاطره میشه هم چیزای باحال آدم یاد میگیره. آره کلا اینجور کارا خیلی کیف میده. آره. خب نگین جون، بیا به همون بگو که به نظرت این که ما آزادی داشته باشیم بهتره یا اینکه به یک چیزی، یک فردی، یه تعلقی داشته باشیم، یا مثلا تعلق بر تو شبیه زندانی چیزیه، یا نه مثلا چه معنی براش میده اینا؟ صاف پریدیم تو موضوع. بس خب پس میخوایم موضوعمونم بگیم که میخوایم در مورد آزادی یا تعلق صحبت کنیم. این که مثلا آیا این دوتا به هم وابستن یا نداشتن یکیش باعث میشه اون یکی رو داشته باشیم یا اینا در ارتباط با همن. ببین این سوالی که پرسیدی رو اگر کلمه آدم ها رو توش نمیذاشتی جواب من خیلی متفاوت میتونست باشه. من کلا خودم سر این مسئله آزادی و تعلق یکی از دوگانگی های و دغدغه های فعلی منه. ولی در مورد آدما یه چیزی که هست اینه که متاسفانه و این چیزیه که دوستش ندارم و سفر آخرم هم داشتم در موردش با تو صحبت میکردم. من جز خانوادم و مثلا یک دایره خیلی نزدیکم، خانوادم مثلا رضا یا یک دایره اجتماعی خیلی نزدیکم به هم، احساس وابستگی به آدم ها ندارم. در حالی که به این دایره نزدیکم خیلی وابستم، خیلی زیاد. ولی این خطه که رد میشه تقریبا میشه 0. لذت میبرم از معاشرت با آدم ها، دلم براشون حتی تنگ میشه ولی اصلا وابستگی یا تعلقی احساس نمی کنم به آدم ها. به مکان ولی در دقیقاً نقطه مقابلش به محیط ها خیلی 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 سریع وابستگی پیدا میکنم و سریع یه کاری میکنم که احساس تعلق داشته باشم به اون محیط. حالا یکم بریم جلوتر قشنگ وارد جزئیاتش میشم. اوکی. ولی حالا یه سوالی میخوام ازت بپرسم، یعنی میخوام همین سوالی که ازم پرسیدی و ازت بپرسم. ولی قبلش بهم بگو که مثلا تو وقتی به تعلق فکر میکنی مثلا یه حس مثبت ازش میگیری یا مثلا همین سوالی که خودت پرسیدی یا حس منفیه، مثل یه گیر افتادنی، مثل یه سنگینی حس میکنی؟ وقتی خالی میگیم تعلق، مثلا به این چیز احساس تعلق دارم، خیلی بهم حس اتفاقا خوب و مثبتی میده. وقتی دقیقاً کنار آزادی گذاشتیمش دقیقاً حس همون زندانه رو بهم داد. آره میفهمم. آزادیه برامون مثلا خیلی آبیه بود، مثلا تعلق اون سیاه پر این حالت سیاه بود برام قشنگ وقتی کنار هم گذاشتیمشون. ولی تو جدا از هر کدومشون جفتشون بهم حس خیلی مثبتی میده وقتی کنار هم قرار نمیگیرن. آره وقتی کنار هم قرار میگیرن انگاری میخوان متضاد هم بشن و هر چیزی در متضاد آزادی میتونه یه حس زندان و گیر افتادنی به آدم بده. دقیقاً. ولی مثلا وقتی نگاش میکنیم میریم تو عمقش، دقیقاً تعلق اون انگار پرمعناتره. مثلا انگار اون حال، انگار خودتی، انگار یه دلیلی داری و میده. ولی مثلا انگار آزادی یه وقتهایی ممکنه یکم به حال پوچ بودنه بره مثلا. یعنی آره آزادی رو هممون میخوایم از چیز انسانیتمون، از اخلاقامون، خویمون اینا، ولی ممکنه آزادی زیادم به یه حال خیلی بدی بره، به حال پوچ بودن، به راه اشتباه طوری مثلا بره.
به آره خاطر میفهمم همین چی نمیدونم دقیقا چجوری باید چیزشون کنم تو ذهنم و منم خیلی این چند وقته باهاش درگیرم که کدومشون بهتره، کدومشون رو باید بیشتر بهش توجه کنم. ببین من که فکر میکنم برای همچین مسائلی در زندگی کلا هیچ جواب درستی وجود نداره. خب همه این تعاریف به نظر من تعاریف نسبی یعنی که توی زندگی هر فردی معنا پیدا میکنن و بعد مثلا آدم ببینه که تو زندگیش و حتی شاید تو اون بره از زندگیش چی معنای درست‌تر و قشنگ‌تری داره. شاید مثلا تعریف من از آزادی با تعریف تو از آزادی 2 تا دنیای متفاوت باشه و مثلا من و تو بخوایم با هم سرش بحث کنیم بدون اینکه اون تعریف رو بذاریم این وسط خیلی به نتیجه خاصی نرسیم. ولی حرفتو کاملا درک میکنم و بر این باورم که ما هممون به عنوان انسان نیازمند و خواستار آزادی هستیم و از اون طرف به تعلق هم نیاز داریم. یعنی ما هر کاری که میکنیم در راستای این دوتاه و فکر میکنم این دوتا در کنار هم خیلی معنی قشنگی میدن و جفتشون از احساسهایی که انسان ها نیاز دارن به داشتنش. از بچگی به تعلق نیاز داریم و میبینیم توی زندگیمون رشدمون از کودکیمون که ما به چیزهای مختلف تعلق پیدا میکنیم و آزادی هم چیزیه که خب همه انسان ها دارن براش میجنگن و تلاش میکنن. دقیقا. به نظر تو اول آزادی میاد بعد تعلق میاد یا اول تعلق میاد بعد آزادی میاد؟ یعنی هیچ کدوم ارجحیتی برای اون یکی به نظرت داره؟ من فکر میکنم بدون همدیگه خیلی معنی ندارن. دقیقا نظر منم. ولی ارجحیت نداره برات؟ چون من داشتم امروز میخوندم یه تو دیدای مختلف همیشه یه کدومشون به یه کدومشون انگار ارجحیت داشت. برای من فکر میکنم آزادی ارجحیت داره ولی برای من نگین یعنی از جهت روانشناختی یا فلسفی یا اجتماعی واقعیتش نمیدونم ولی برای من نگین آزادی ارجحیت داره. من بعد شیرینه مثلا 4 سال پیش میگفتم آزادی ولی الان به طرز عجیبی تعلق و خیلی برام این عجیب بود و هم گفتم ازت بپرسم. اینکه من حتی وقتی داشتی میگفتی که برای مثلا آدم به آدم عوض میشه حتی برای این سن با اون سن این نقطه با اون نقطه هم عوض میشه انگار. خیلی عادیه به نظرم. آره شیرین 17 ساله الان تعلق اون چیزیه که بیشتر براش اهمیت داره بیشتر براش تلاش میکنه. آزادی. ببین همین که به نظرم به برهه زندگی آدم ها بستگی داره هم به اون نقطه‌ای که هستی. میفهمی چی میگم؟ من به نظرم البته ببین میگم تعلق به چه چیزی این هم بخش مهمی از این قضیه است. من مثلا الان که به تعلق فکر میکنم شاید به خاطر جابجایی که داشتم الان همش به تعلق به یک محیط فکر میکنم. یعنی هر حرفی که میزنم پس از ذهنم دارم به این موضوع فکر میکنم نه به آدم ها. و خب تعلق به محیط چیزیه که الان دارم باش خیلی دست و پنجه نرم میکنم. برای من نگین الان تو این برهه این شکلی هم که به من میخوام الان آزادی رو ترجیح میدم چون اینکه احساس آرامشم توش بهتره. من اگه به یک جایی احساس تعلق کنم احساس میکنم که اونجا گیر کردم ولی اگر این احساس تعلق رو نداشته باشم و فکر کنم و احساس کنم که انسان آزادی هستم خودم رو خیلی میتونم راحت تر متصور بشم در جای دیگه. آره من دقیقا در یه محیط من تعلق رو ترجیح میدم ولی برای آدم آزادی رو. مثلا من خودم همیشه یکی از دلایلی که همیشه اینطوریم که من نمیخوام ازدواج کنم اینه که اینطوریم که نمیخوام یک آدمی اونقدر بهش تعلق داشته باشم یا اون به من این تعلق رو داشته باشه که من انگار آزادی ازم گرفته شه اون پر و بالم ازم گرفته شه. ولی برای یک مکان اونقدر اون تعلق رو الان میخوام و براش سعی میکنم که حالا آزادی هم یکم چیزشه خیلی مشکل نمیبینم توش. خیلی چیز جالبی گفتی ولی مثلا برام یه سوالی که هست اینه که چون من همین دیدگاه تو رو داشتم خب ولی الان ازدواج کردم برای همین به نظرم بحث جالبی میتونه باشه. چی مثلا
یعنی میخوام توضیحش بدی که چرا اون احساس تعلق رو به هر نوع مثبت یا منفی توی مثلا ساختار ازدواج میبینی، چرا مثلا در ساختار یک دوستی نمیبینیش؟ یعنی فکر میکنی اون تعلقه توی ازدواج به وجود میاد یا کلا وجود داره ولی توی ازدواج انگار بیشتره. حتی توی مثلا دوست دختر دوست پسری یا پارتنر داشتن هم خیلی طبیعتا وجود داره، ولی انگار وقتی میره تو حالت ازدواج انگار خیلی متفاوت میشه مدل تعلقش. خیلی میفهمم چی میگی. چون مثلا من خودم شخصیتم که دوست دارم اون آزادیمو، من کلا خیلی سریع سری تصمیمای تو زندگی میگیرم، تو اینو میدونی. دوست دارم لحظه‌ای که اون تصمیمو بگیرم، خب من به دوستم فکر میکنم، به مثلا تو فکر میکنم، به همه فکر میکنم، ولی تو یک حدی، میدونی. ولی وقتی من با یک آدمی ازدواج کرده باشم، اون تو تصمیممه، انگار عضوی از تصمیمم، بخاطر این تصمیم دیگه مال من نیست، مال ماه. به خاطر همین این که قرار باشه یک نفر دیگر رو توی تصمیمای یهویی دخیل کنم، بهمون حس میده که شاید نتونم دیگه اون تصمیمی که اگه خودم بودم میگیرم و بگیرم. قطعاً همین تو دینامیک همینطوره. ازدواج دوستش ندارم. قطعا همینطوره. آدم وقتی که یعنی من با حرفت تا یه درصد خیلی زیادی موافقم. ازدواج با یک رابطه‌ای که آدم داره هر چقدر جدی به نظر من یک تفاوت‌هایی داره که خیلی هم میگم مثلا فقط یه امضا رو کاغذه که همه چی رو تغییر میده. به نظر من اون امضای روی کاغذ واقعا یک سری چیزها رو تغییر میده. اینکه چه عواملی که تأثیر میذارن، انسانهایی که در اون ارتباط شریک میشن تعدادشون میره بالاتر، مسئولیت ها بیشتر میشه و یکی از این مسئولیت ها همینیه که تو میگی دیگه. تو به عنوان یک فرد نمیتونی یک تصمیم بگیری، تو حتما باید 2 نفر رو شریک یک تصمیم بکنی و بتونی قدمی برداری. که توی مثلا روابط جدی و وقتی تو با یک نفر دوستم هستی همین هست، فقط به نظرم شاید یکم فلکسیبل تره. دقیقاً. ولی مثلا تو ازدواج میتونه یکم پیچیدگی های بیشتری رو داشته باشه و کاملا درک میکنم که چی میگی. آره، ولی مثلا نمونه خیلی بارز تعلق برای من، چیزی که تو این 2 سال تجربهش کردم و حس میکنم شاید کلا احساس آدم خب فرق داره، ولی شاید تو اینو مثلا دیرتر تجربهش کنی. من وقتی ایران بودم تو بودم که بابا من آزادیمو میخوام، تعلق به چه کارم میاد. من یک دوره داشتم که هیچ آدمی و حتی دوستام یعنی با هیچ کسی سعی نمی‌کردم دوست جدیدی به وجود بیارم، چون نمی‌خواستم کسی وارد زندگیم شه که احساس تعلق کنم. اینطوری که من میخوام مثلا آزادترین حالت ممکنم باشم و میخوام از ایران برم و هیچی برام مهم نیست. داشتم اینطوری بودم. ولی وقتی مثلا از ایران رفتم، انگار دلم بر اون حس تعلق تعیین شده بود. اینکه مثلا برم تو کوچه احساس کنم من عضوی از این جامعه‌ام، عضوی از این کوچه‌ام، عضوی از این کشورم، مثلا خیلی دلم تعیین شده بود و مثلا انگار همش دنبالی بودم که برگردم به اون حس تعلقه. و با این که لحظه‌ای که من برگردم به اون حس تعلقه توی ایران، توی جای دیگه من نمیدونم، تمام اون آزادیایی که من میخواستم و از اول میخواستم، برای همین میخواستم برم، ازم گرفته میشه. حالا هر نوع آزادی، هر نوع، تو هر نوعش برای من از بین میره. اون که حتی بیشتر خودم باشم ازم گرفته میشه به نوعی. یه نوع دیگهش به هم برمیگرده از اینکه کنار آدماییم که مثلا بهشون احساس تعلق دارم و کنارشون خودمم، از اون نظر به هم برمیگرده ولی از نظر دیگه میره. ولی اون حس تعلق و حداقل یک مدتی توی سال انگار بهش نیاز دارم، بدون اون انگار از درون اذیتم، یه چیزی توم کمه. ببین تو الان تقریبا 2 سال از مهاجرتت میگذره، یکم کمتر از 2 سال شاید. من فکر کنم تقریبا میشه 3-4 ماه که مهاجرت کردم. برای همین حرفی که الان میزنم بعد 3-4 ماهه که واقعا خیلی تایم کمیه. ولی الان که داشتم فکر میکردم به حرفت، یعنی داشتم در مورد خودم هم فکر میکردم که مثلا من به این فکر میکنم که اگه برگردم ایران اون احساس تعلق رو خواهم داشت، اون آزادی رو نخواهم داشت، ولی به اون تعلقه چی میرسم. و داشتم فکر میکردم که من هیچ وقت احساس نکردم که به ایران تعلق دارم.
یعنی هیچ حس تعلقی به ایران نداشتم، به تهران نداشتم. نمیدونم، شاید انقدر اون آزادی نبود اصلا به این فکر نمی کردم. شاید اگر 1 سال دیگه اینجا بمونم و تضادش رو ببینم میفهمم که آها پس اونی که داشتم تعلق بوده، الان که ندارمش میفهمم. بر همین الان بعد یه تایم کوتاهی اصلا نمیتونم در موردش نظر بدم. ولی من انقدر تو ایران ناآروم بودم از هر جهتی که نمیدونم. همین دیگه. من ایرانو میگم حس تعلق بهش رو دوست دارم، ولی حاضر نیستم هیچ وقت دوباره تو اون کشور زندگی کنم، بخاطر اینکه انگار هر کدومو بیشتر بگیری اون یکی رو بیشتر از دست میدی کامل. میدونی انگار یکی سنگینی میکنه بر اون یکی وقتی یکی رو میکشی. ولی من تعلقمو در کنار آزادیم دوست دارم، به خاطر همین توی یک دورانی از زندگیم مثلا 3 ماه تو سالم اون تعلقه رو بیشتر میکنم، سنگین‌تر میکنم و آزادیم میره یک مقداری و بقیه سال آزادیمو میگیرم، تعلقم کمتر میشه. و میفهمم چون اینکه بگو ببخشید. میخواستم بگم که و مثلا وقتی من به این سری آدما میگم بنمونه مامان همیشه اینطوری که خب اگر انقدر اینطوری مثلا حالا به کنایه طوره ها، ولی خب برگرد. من اینطوری که ببین من از اینکه الان تو این لحظه تو این ساعت اینجام و یک مقدار تعلق دارم، یک مقدار آزادیمو دارم و دوست دارم. اگه مطمئن بودم قرار بودم اینجا بمونم و آپشن دیگه نداشتم اصلا خوشحال نبودم با وضعیتم. انگار اینکه میتونی تعلق داشته باشی ولی همزمان میتونی هیچ تعلقی نداشته باشی، فقط به تصمیم تو بنده، اون چیزیه که باعث میشه تو خوشحال‌تر باشی هر کدومی که داشته باشی. وقتی به زور یکیشو داری انگار نمیشه. نمیدونم، میگم احساس میکنم حرفتو قبول دارم، ولی تو تجربه شخصیم فکر میکنم که بنا به فاکتورهایی که یکی از اون فاکتورها شاید تایم مهاجرتمون باشه، من این احساس رو ندارم. ببین یعنی نمیدونم چه جوری بهت بگم، دلم برای یک سری لوکیشن هایی تنگ میشه. دلم برای مثلا اون کافه‌ای که با دوستان میرفتم، اون کافه‌ای که با تو رفتم، اون کافه‌ای که با رضا چه میدونم هر هفته میرفتم، اون جایی که چه میدونم رفتیم راه رفتیم. دلم برای این مکان‌هایی که به واسطه یه خاطره آدم‌هایی توش خاطره دارم تنگ میشه. ولی همین، یعنی حتی مثلا الان بگم که خب من با زبون اینجا مشکلاتی دارم، آره کارم راه میفته ولی طبیعتاً راحت نیستم. ولی مثلا نمیدونم، هنوز به اون درجه نرسیدم که بگم که من ایران احساس تعلق میگرم، مخصوصا به خاطر اینکه سال شاید میگم یکی دیگه از فاکتورهاش این باشه که من 1-2 سال آخر خیلی درگیر مهاجرت بودم و انقدر سنگ جلو پای من قرار گرفت که دیگه مثلا من یه جوری این شکلی بودم که امسال من میرم یا آلمان یا یه جای دیگه، میفهمی؟ یعنی دیگه یه احساس فراری داشتم، شاید به واسطه همه این فاکتورها کنار همین احساس شکل گرفت. و بازم میگم شاید من 1 سال دیگه بفهمه که اصلا من تعلق داشتم، فقط درکش نمی کردم. این در مورد من الانه. ولی مثلا آره دقیقاً. ولی مثلا یکی از فضاهایی که هم وقتی که ایران بودم هم بعد از مهاجرتم به شدت میدونستم که این تعلق وجود داره و میتونم بگم روزی چند بار بهش فکر میکنم، اتاقمه. من نمیتونم بگم که چقدر دلم برای تو اتاقم بودن، برای اتاقم تنگ شده. طبیعتا دلم برای شماها، خونه، فضاها و همه اینها تنگ شده. ولی من واقعا بعضی وقتا که اینجا ناآرومم چشمو میبندم و خودم رو تو اتاقم تصور میکنم، روی اون تخته تصور میکنم. و خب من اتاقم رو اینه یه موزه شده بود دیگه. اتاقم تقریبا هر کی مثلا واردش میشد میگفت عجب دیوونه اینجا زندگی میکنه، پر از رنگ، پر از وسیله و حتی مثلا خیلیاش دیگه با مثلا سلیقه‌م دیگه همخونی نداشت، ولی چون اونا وسایلی بود، چیزهایی بود که آدمایی که دوست داشتم داده بودن، خاطره هایی بود که ساخته بودم و اینا، دلم نمیخواست حتی یه چیزیشو عوض کنم. و مثلا اون احساس تعلق به اتاقم برام خیلی پررنگه.
بعد من داشتم میخوندم کلا برای امروز و پادکستمون داشتم میخوندم یه تعلق داریم به اسم تعلق به اشیا که مثلا آره. یا تعلق به خاطره. بیشتر حالا برام تعلق به خاطره عجیب بود. این که مثلا تو با شنیدن یک آهنگ یاد مثلا یه شبی میفته، یه خاطره ای میفتی یا هر چیزی. آره. این خیلی برام قشنگ بود که حتی میتونیم انگار به یک خاطره، به یک آهنگ، به یک چیزی هم تعلق داشته باشیم جدا از چیزهای فیزیکی که ما دقیقا داریم. همینطوره. مثلا چه می‌دونم یه آهنگی که گوش بدی یاد یه بره زمانی زندگیت میفتی، یا مثلا یه بویی که به مشامت میخوره، یه عطر تو رو پرت میکنه به چند سال پیش. من دیروز بیرون بودم توی یه مغازه یه آهنگی پلی شده بود که توی یه بره زمانی خیلی گوش میدادم و بیشترم با دوستام گوش میدادم و واقعا چند ثانیه تو مغازه وایسادم اینجوری بودم که مثلا یادش بخیر، مثلا 4 سال 5 سال پیش شدم بیشتر، و برام خیلی مثلا عجیبه. دقیقا همین که میگی. تو هم تجربهش میکنی با آهنگ و عطر؟ آهنگو خیلی خیلی زیاد و حتی از وقتا سعی میکنم که اون کار رو انگار بکنم. مثلا وقتی از یک آهنگ خوشم میاد یا مثلا با وایبش حال میکنم نه به وایبم میخوره، مثلا چون یه بار گوش کنم تو موقع 10 بار گوشش میکنم که انگار اون آهنگ بمونه با اون روز. چقدر جالب. یعنی وقتی توی میخوای یه خاطره ای رو ثبت کنی یکی از روش‌هات گوش دادن یه آهنگ و وصل کردن یه آهنگ به اون خاطره است. دقیقاً. چقدر جالب. خلاصا این کارم خیلی دوست دارم. چقدر جالب که مثلا من با رنگ مو همینو آره دیگه رنگ دارم. مو رو کاملا دیگه بفهم. سالای زندگی با رنگ مو شدم میشه. آره رنگ مو رو کاملا میفهمم، چون من هم همین مسیر رو طی کردم. این دقیقا با رنگ مو میتونم وصلشم به یه دورانی. من یه چیز خیلی جالبم که دیده بودم، خیلی شبیه به حرفی بود که تو زدی. یه دختر است که رو تیک تاک فالوش میکنم، خیلی هم دوستش دارم. بعد از این که مثلا استارت دوران مثلا نامزدیش که بود که میخواست کارهای عروسیش و اینا رو بکنه، گفت که رفتم 2 تا عطر خریدم و میخوام برای هر باری که کاری برای عروسی میکنم این عطر رو بزنم که این عطر مثلا برام بشه عطر این دورانم. به نظرم خیلی بامزه بود که مثلا خودآگاه بیای یه خاطره ای رو به یک عطر یا این چیزی که تو گفتی یک خاطره ای رو با یک آهنگی وصل کنی. خیلی جالبه برام. آره. و انگار وقتی حس خوبی نداری چون خودت این کارو کردی، وقتی که حس خوبی نداری میتونی دوباره با خیلی خودآگاه به اون رجوع کنی. چون اولین بار خودآگاه این کار انجام دادی، بار دوم میتونی خودآگاه بهش رجوع کنی. خیلی برام جالب بود، شاید امتحانش کنم. و ما یه چیز دیگه ای هم که داشتیم نمش خیلی حرف میزدیم، وسط تو کام پرد نه بگو. داشتیم با هم حرف میزدیم این بودش که ما یک بار یک مکالمه‌ای داشتیم میگفتیم که چرا آدمایی که رابطه طولانی دارن حتی با اینکه میدونن داره کار نمیکنه ازش نمیان بیرون. دلیل این کارشون چیه؟ اینا میدونن داره کار نمیکنه و کاملا هم متوجهن که موقعشه که بیان بیرون. دلیلش چیه؟ منطقه امنشونه، توی یک کامفورت زونی فکر میکنم، یا یک ترس دارن چون شاید نقطه مقابل تعلق داشتن ترس از ندیده شدن، رها شدن، ترس از دست دادن باشه. شاید من تو این جایگاه نبودم، در نتیجه نمیتونم به جاشون حرف بزنم، ولی اگر خودم رو تو این جایگاه تصور کنم دارم احساسات خودم رو میگم که شاید به اون رابطه یه احساس امنیتی داشته باشم که ترس داشته باشم از اون نقطه امن خارج بشم. شاید مثلا در مقابل تعلق اینو ببینم که ممکنه تنها باشم، یه سری ترس هایی داشته باشم، یا اینکه آیا من دارم کار درستی رو اصلا میکنم، آیا این رابطه واقعا کار حالا در شرایطی که خیلی واضح نیستی، آیا این رابطه کار نمیکنه، یا هر رابطه یک چیزهایی داره که کار نمیکنه، آیا اصلا اگر من اینو ول کنم، این رابطه رو ول کنم، آیا پیدا میکنم چیزی که برام کار کنه یا نه. یعنی فکر میکنم که بخش زیادیش همون احساس تعلق و وابستگیه. میتونه از این که اون آدم مسئولیت پذیر نیست در مقابل به جون خریدن اون سختی‌ها باشه به نظرت؟ یعنی دلیلش اون مسئولیت پذیر نبودنه باشه در مقابل سختی‌ها که باید بپذیره برای اینکه به اون آزادی برسه و اون تعلق از بین بره؟ یعنی تو میگی که باید
اون فرد از اون رابطه بیاد بیرون و مسئولیت اون سختیشو بپذیره که به آزادیش برسه. خب این که درسته، ولی میگم یک سری ترس هایی احتمالاً جلوی این موضوع رو میگیره که بتونه از اون رابطه بیاد بیرون. من فکر میکنم شاید ترس ها بزرگتر از اون چیزی باشی که گفتی، یعنی این که مثلا نخواد مسئولیت بپذیری یا عدم مسئولیت پذیری باشه. من فکر میکنم اگه موضوع مسئولیت ها هم هست، سختی اون بریک اپ و دوران بعد از به هم زدن است و اینکه مسئولیت های سختیه. به چشم من عدم مسئولیت پذیری نیست. به چشم تو اینطوره؟ نه، فقط خواستم نظر خودم بدونم. به نظرم اون که تو انقدر اون احساس تعلق داری که انگار خودتو بدون اون نمیشناسی دیگه. انگار انقدر یک تیکه از وجودت شده که نمیدونی باید چی کار کنی. دقیقاً میترسی، احساس کنی خودت رو انگار داری از بین میبری. با از بین بردن اون تعلقه. چقدر جالب حرفی که زدی. اتفاقا باعث شد یه چیزی یادم بیاد که میخواستم در مورد مثلا تعلق توی رابطه هم بگم که به این خیلی مرتبط میشه. حرفی که زدی خیلی درسته، ولی مثلا به نظرم آدما تا یه حدی میتونن جلوی این موضوع رو بگیرن، نه با این دیدگاه که اگه من یه روزی به هم بزنم، نه ها، ولی تو این دورانم به کار میاد. آدم وقتی مثلا با یکی وارد رابطه میشه، اگر تمام فعالیت‌هاش با اون انسان یکی بشه، اون تعلق یه مقداری بیش از حد میشه و یه جورایی تبدیل به یک وابستگی شاید ناسالمی بشه. اینکه همه کارها با هم انجام بشه، تو جدا از اون آدم فعالیتی، تفریحی نداشته باشی، آدم‌هایی رو نداشته باشی که جدا از اون آدم ببینی، باعث میشه تمام زندگیت متکی به اون آدم بشه. همه بعدهای زندگیت متکی به یک آدم دیگه ای میشه و اگر اون آدم به هر دلیلی برای تو در دسترس نباشه، تو تمام بعدهای زندگی تو از دست میدی، نه فقط بعد احساسی. و این خیلی شرایط رو سخت‌تر میکنه، چون تو با بیرون اومدن از اون رابطه فقط با یک مشکل نباید روبروشی. تمام بعدهای آشنای زندگی تو از دست دادی و الان باید تک تکشو از نو بسازی. ولی مثلا اگه فعالیت‌های خودتو داشته باشی، روتین خودتو داشته باشی، دوستای خودتو داشته باشی، دایره هاتو داشته باشی، تو یک بعدو از دست دادی و سختیش غیر قابل انکاره. ولی بعدهای دیگه زندگیت هست و هنوز روتین زندگی تو داری و شاید میتونی سریعتر اون بعدی که از دست رفته رو آروم کنی، ازش گذر کنی. بعد داشتم میخوندم یه جمله بود که منظورم دقیقاً بیشتر برای همین تعلق ناسالم یا همون مثلا یکم تاکسیک تر میشه وقتی رابطه اون خیلی بیشتر درست کار میکنه تا حالت عادیش. که مثلا میگفت تعلق مثل زندان یا قفلیه که ما مثلا با یه اسمی مثل عشق یا همچین چیزی فقط قشنگش داریم میکنیم تو ذهنمون از یه جای به بعد. وقتی این تعلق به حال ناسالم برمیگرده دیگه اون عشق نیست، اون فقط قفل تو ذهنت فقط قشنگش میکنی که نپذیری. آره، تو روابط تاکسیک میتونه این درست باشه، حالا چه بین کاپل ها چه بین دوست ها دقیقا میتونه درست باشه. ولی همینطور که گفتی توی یه سری روابطی که حالا یک سری ایرادهایی وجود داره که آزادی فرد ازش گرفته شده، وگرنه میشه توی یک رابطه، توی یک دوستی خوب بود و آزادی تو داشته باشی. آره. بعد دقیقا اینکه جفتشون زیادیشون هم خیلی بده. ما مثلا حالا تعلق وقتی میگیم زیاد میشه انگار اون به چشمون خیلی بد میاد، ولی انگار آزادی زیاد اونقدر به چشمون اتفاقا بد نمیاد. نمیدونم چجوری بگم. مثلا ما وقتی تعلق خیلی زیاد شد، مثلا شبیه یک زندانیه یا مثلا خیلی بده، یا مثلا باعث تو مثلا حواست دیگه به چیزای دیگه که میبینی نباشه، انقدر اون حس تعلقو میکنی، حتی مثلا کور کنن رفتار کنی. ولی مثلا وقتی آزادی زیاد میشه، ما این عواقبش رو انگار اونقدر تو چشمون نیست که مثلا چقدر عواقب داره، چقدر میتونه برامون بد باشه، چقدر میتونه به درونمون آسیب بزنه، احساس کنیم به هیچی نیستیم. انگار اون حس پوچیه رو انگار اونقدر نمیگیریم وقتی میگیم آزادی. حرفت درسته، چون اینکه آدما نیاز به تعلق دارن، یعنی به عنوان یک نیاز انسانیه و بدون اون احساس پوچیه آزاردهنده است. یعنی اون آزادیه دیگه به نظر من چیز خوشایندی به نظر نمیاد.
همونطور گفتم یه چیز نسبیه. تو باید مثل هر چیز دیگه ای باید اون بالانسش رو نگه داری، یک حدی از تعلق رو داشته باشی تا بتونی اون آزادی هم درک کنی و اینا رو به یه تناسب برسونی. آره من داشتم برای همین آزادی و اینا مثلا نگاه می‌کردم، 2 تا نمونه خیلی جالب ازش دیدم، از مثلا نمونه های مثلا عجیب آزادی. دقیقاً مثلا آزادی که دیگه زیادیه، یکیش توی هر بود که مثلا عاشق سیستم عاملی میشه که دیگه اون اصلا تعلق رو بهش نداره، فقط یک آزادیه که دیگه خیلی آزادی، حالا پوچی میگیره. یکی دیگه‌ش هم Into the Wild بود که میره برای دنبال مثلا یه آزادی خیلی دیگه زیاد، خیلی خالص، خیلی مطلق، که آخرش هم خودش به این نتیجه میرسه. میگه ما وقتی خوشبختیم که اون انگار آزادیمون رو همراه با تعلقی داشته باشیم، با یکی شیرش کنیم، با چند نفر باشه این آزادیمون. آزادی خالص و دردم نمیخوره اصلا. آره اصلا حسش نمی‌کنی دیگه. وقتی آزادی مطلق باشه دیگه متوجه نیستی که داری چی رو تجربه می‌کنی. دقیقاً همینطوره. دقیقاً. چقدر مثال‌های خوبی بود. آره خیلی برای خودم خیلی عجیب بود که انگار وقتی خودم میگفتم تعلق، فقط تعلق بود که میتونست به سمت عجیبی بره، آزادی نبود که میتونست اونقدر به وضوح به سمت عجیبی بره انگار. آره تو کدوم حاضری مثلا بیشتر اکثرا توی این مرحله از زندگیت فدا کنی؟ گفتی ولی یکم بیشتر میخوام شد. بازم میگم من برام تعلق به آدم ها چیزیه که دلم میخواد داشته باشم و حسش کنم. خارج از اون دایره خیلی نزدیک دلم میخواد که بتونم اینجا هم یه احساس تعلقی به یک سری از آدم هایی رو بشناسم که بتونم این احساس رو تجربه کنم. ولی در مورد محیط نه، دلم نمیخواد. به آلمان منظورم نیستا، به خونه الانمونه. دلم نمیخواد که به این لوکیشن احساس تعلق کنم، چون اینکه میدونم قرار زود عوض بشه. و همین الانش هم مثلا یه چیزایی توی خونمون مثلا برام داره زیادی گوگلی میشه و این شکلی هم که نه نگین این قرار نیست بمونه. خیلی مواظب باش. منم خیلی دیدم و خودم همین کار رو کردم، با اینکه میدونستم چیزی که دارم میکنم طولانی مدته. یکی دیگه هم بود که میدونست قرار نیست توی محیط بمونه، بخاطر همین چیزا رو سعی نمیکرد زیادی طوری که دوست داره بگیره، اینطور بشه که حالا عادی باشه که زیاد نمیمونم، زیاد نمیخوام خوب باشه. یا مثلا منم چون اون لحظه‌ای که مثلا اومدم اینجا هنوز اون احساس تعلق خیلی زیاد بود به سمت ایران، خیلی چیزای اتاقمو خیلی فقط اینطورم که همه چی ساده باشه، فقط در حد اتاق باشه طور مثلا کردم. به خاطر همین انگار خیلی دل نداده بودم به کار. ولی مثلا الان دیگه انگار سعی میکنم یکم هنوز اون حس تعلقه رو دوست دارم، ولی دارم سعی میکنم لااقل به 2 جاش کنم، انگار به جای که روی ایجاد متمرکز باشه، متمرکز رو چیزهای مختلف باشه رو زندگی، که شاید سالمتر درست‌تر باشه، حتی انگار کامل‌تر میشه آدم حسش وقتی همزمانه. آره میفهمم. نمیدونم، من الان احساس میکنم که خیلی موج خودم رو میگیرم که دارم همون کاری که با اتاقم کردم اینجا هم میکنم. بعد همش باید به خودم یادآورشم که نه، من توی واقعیت درستیه ها، یعنی واقعا در حال حاضر در مورد اینجا چون میدونم کوتاه مدته، میدونم این که من وابستگیم از هر لحاظ کمتر باشه، راحت‌تر میتونم جابجا بشم و برای همین همش باید به خودم یادآور بشم که ببین کوتاه مدته، نساز الان هر تعلقی رو نساز که راحت‌تر دل بکنیم. ولی الان فکر میکنم آزادی رو در مورد مکان ترجیح میدم و الان هم مثلا همش خب ما تازه همو دیدیم و شاید سفر بعدی من که شما رو ببینم کمتر از 1 ماه دیگه باشه. طبیعتا من فردای روزی که از پیشتون رفتم دلم براتون تنگ شده، ولی پای تلفن داشتم به تو میگفتم مثلا من میتونم سفرم رو بذارم چه میدونم شهریور مهر بیام، ولی الان به خونه نیاز دارم، به اینکه یه دور دیگه تو اون اتاقم باشم نیاز دارم، چون میدونم دفعه بعدی که شما رو ببینم استانبول میبینم دوباره، تهران نخواهد بود. ولی الان در جنگ با خودمم که نذار تعلق انقدر بر تو غالب بشه. آره خیلی
موضوع عمیقی بود. خودم وقتی داشتم ازش تحقیق کردم خیلی داشتم فکر می‌کردم. میدونی؟ زیادی چیز عمیقیه. و خیلی همه جا هم هست. مثلا توی ادبیات هست، توی سینما هست، توی زندگی هر روزمون هست. خیلی عجیبه. آره راستش من خیلی وقت با این موضوع درگیرم و تو سفر آخرم من با مامان بابا رفته بودیم، تو فکر کنم مدرسه بودی یا امتحان داشتی، جات خالی رفته بودیم یه کافه نشسته بودیم داشتیم در مورد مثلا همین موضوع با هم حرف می زدیم و دیدم که چقدر با زندگی هر روزه ما یکی شده. این که ما انگار دائما باید توی این تصمیم گیری کوچیک ها، یعنی در اسکیل های خیلی کوچیک، ولی باید انگار بین این دوتا انتخاب کنیم دائما و سخته دیگه، چون اینکه تو اون بر قضیه رو نمیدونی که اگر انتخاب متفاوتی داشتی چی میشه. ولی آره خیلی با زندگی هر روزمون در یکی شده در واقع این موضوع. ولی واقعا هم هیچ کدوم روش کدوم ارجحیت ندارن. جفتشون باید همزمان باشن و کنار هم فقط درست کار میکنن. آره دقیقا. خیلی از موضوعا به نظرم این شکلیه دیگه، به خاطر اینکه به طور تنها خیلی معنی خاصی نمیده یا میتونه معنی متفاوتی بده، ولی وقتی کنار مقابلش قرار میگیره معنی قشنگتر و درستری میده و عموما هم درستتر کار میکنه تا مطلق یک چیزی. دقیقا. آره. شما به همون بگین که کدوم رو ترجیح میدین و چه مثال خیلی گنده ای ازش داشتین تو زندگیتون که بینشون مونده بودین؟ چون برای ماها واقعا گنده بود. آره و برای من خیلی جالبه که بدونم بقیه چجوری باهاش مواجه شدن. آره دقیقا. اینکه هر کسی جور متفاوتی رو برو میشم جالبه. آره. خلاصه که اینطور. مرسی که این اپیزودو گوش دادین و هفته دیگه میبینیمتون. امیدوارم که این اپیزود رو دوست داشته باشین. تا هفته دیگه مواظب خودتون باشین. بای بای. خداحافظ.